دوستان عزیز این لحظه من و امردین باز اوید یک موضوع مهمه که دانستنش برای هر یکی ما ضرور است سخن نگوییم. موضوع امروزه انتخاب کرده ما اوید به طرز درست استعمال خوراکخوری می باشد. خوب گوش کنید، برای سلامتی خیلی مهم است. خوراک برای انکشاف، تشکل و فعالیت حیاتی ارگانیسم شرط ضروری می باشد. عضوقواری از قبیل نان، گوشت، شیر، ماهی، تخم، روغن، سبزیجات، میوه‌جات از ماده‌های اساسی غذایی، سفیده‌ها، چرب‌ها، انگشتاب‌ها، نمک‌های مینرالی، آب و ویتامین‌ها عبارت است. محصولات از نباتات و حیوانات حاصل شده همدیگر را پوره کرده حجره‌های ارگانیسم را با تمام ماده‌های ضروری غذایی تأمین می‌کند. آب، نمک‌های مینرالی و ویتامین‌ها با همان نمودی که در خوراک هستند از خود کرده می‌شود. مولکول‌های کلون سفیده‌ها، چرب‌ها و انگشتاب‌ها از دیوار کانال هاضمه گذشته نمی‌توانند. از همین سبب این ماده‌ها دچار تجزیه شیمیایی یعنی هضم می‌شوند. خوراک هنگامی در عضوهای هاضمه حرکت کردنش هضم می‌شود. خوب دوستان، دور نمی‌رویم. معجزه می‌خواهد طرز درست و خوب خوردن خوراک را برایتان بیاموزد. عموما در کواکه دهان خوراک چشیده، میده کرده و با آب دهان تر می شود. در میده کردن خوراک زبان و دندان ها اشتراک می کنند. همین طور نه؟ بله، خوراک چقدر با دقت میده کرده شود همانقدر فرمنت ها خوبتر تیار می شوند. خوراکی که خوب خویده نمی شود کار غدودی هاضمه را دشوار نموده باعث بیماری معده می گردد. دندان ها را احتیاط کردن لازم است. برای این رعایت قاعده های گیگینی پیشگیری کردن فرسوده شوی دندان ها، نشکستن چهارمغز، دانک، نخویدن استخوان و قندهای خیلی سخت، اینچنین نخوردن آب خنک و یخماز پس از خوراک گرم توصیه کرده می شود. دوستان عزیز، در صورت رعایت نکردن قاعده های بهداشتی سیری دندان کفیده با ماده دندان ها میکروب ها داخل می شوند. در نتیجه دندان درد کرده آهسته فرسوده می شود. باقی مانده خوراکی که در میان دندان ها جمع می شوند برای افزایش میکروب ها محیط مساعد فراهم می آورند. برای برطرف کردن آنها هر روز پیش از خواب دندان ها را تازه کردن و بعد از خوراک خوردن دهان را با آب شیرگرم چایقانیدن لازم است. برای تازه کردن دندان ها خوکه و خمیره دندانشویی پیشگیری کننده التجاب را به کار بوده. چوتکه را منتظم صابونشو و با آب گرم چایقانیدن به مورد است. همسالان عزیز، اگر با معده مدت دراز خوراک نرود موشک‌هایش با شدت کشش می‌خورد. این باعث حسیات ناگوار شده آدم گرسنگی را حس می‌کنند. در این حالت از معده به مغز سر ایمپولس‌های عصب می‌رود. آدم کوشش می‌کند که هر چه زودتر حسیات گرسنگی را برهم دهد. خوراکخوری با نظام شرط مهم هضم معتدل میباشد. خبر سرشوی که درباره از خوراک پر شدن معده گواهی میدهد به مغز سر تخمینا 20 دقیقه دیرتر میرسد. بنابراین آدمانی که سروسیموار خوراک را استعمال میکنند و پرخوری گرفتار میشوند. علاوه بر این شیره هاضمه مقداری از حد زیادی خوراک را هضم کرده نمیتواند. از این رو چند مرتبه آهسته و کم کم خوراک خوردن لازم است. روز 4 مرتبه خوراک خوردن بهتر است. مقدار نهاری تخمینا 25%، خوراک چاشتگاه 15%، خوراک نصف روزی قریب 50%، خوراک شام 10%. این تمام معیار خوراک یک روزه می باشد. اکثر وقت در نتیجه رعایت نکردن قاعده های عادی‌ترین گیگینی بی‌پروایانه رفتار کردن به نوع هاضمه میکروب و زهرها داخل می شوند. در یاد دارید که دستان را پیش از استعمال خوراک شستن، سبزیجات و میوه‌جات حتی از باغ و پلیز خود جمع کرده را تازه شسته خوردن. بالای خوراک را برای نشستن چند
рангу магаз пӯшидан, ба ҳар восита магазҳоро нобуд кардан, оби надӯшидаро нанӯшидан, шири нопухтаро истеъмол накардан, гӯшт ва моҳиро нағз бирён ё пухта хӯрдан лозим аст. ҳамсолони азиз, ҳамеша кӯшиш кунед ки хӯрокро бо меъёр истеъмол кунед. аз ҳад зиёдаш ба саломатӣ хуб нест. кӯшиш кунед ки туршӣ, талхӣ ва шириниро дар як замон истеъмол накунед, чунки меъда барои ҳамаи инҳоро ҳазм кардан тоб намеорад ва дар натиҷа шумо бемор мешавед. агар шумо аз рӯи ин амалҳо иҷро кунед, ҳеҷ гоҳ бемор намешавед ва меъда, рӯда ва талхадонатон ҳамеша бардаму солим бароятон хизмат мекунанд. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд маслиҳатҳои муфиде ки мо ба шумо пешниҳод кардем. худ ва наздиконатонро ҳамеша эҳтиёт кунед. ҳамеша саломату бардам бошед. хайр.